خب چه قسم از این کارت استفاده از این پاز ماشین استفاده کنیم؟ اول اینی سوچکش باید پیش بانیم. همیشه وقت اپ آواز میکنیم. این کارت غضنفر بانک است، باید که کارت اف پی باشه، اینی لوگو را داشته باشه. خب حالا چه قسم از این پول میکشیم؟ میریم در قسمت سند یا ارسال پول تو حساب پی اکاونت، یعنی برای بکسک حساب پول روان میکنیم. سیست اینجا فرام یعنی از کجا پول بیاید در بکسک حساب. فرام کارت سبب امی قسمت پایان کلیک میکنیم یا از طریق کارت. مقدار پولش هم میزنیم، مثلا 100 افغانی. در کدام شماره روان میکنیم؟ بکسک حساب که میخواین پول دهش بره. مثلا من امی شماره خودم میزنم دهش. در اینجا کانتینیو میگم، کانفرم میکنم. حالا برای من میگه که پاز ماشین بندازین. منتظر باشین تا که نمی قسمت سبز میشه. وقت سبز شد کارت سبب کنین. کارت که سبب کردین بعد از او پن کودتان هم میزنین. باش که من پن کودم یادم رفته، از دیگه هم کارم بود. 2446 کانتینیو میگین. پیمنت ان پروگرس بخش کارت میاین، کلیک میکنیم ده هیستوری. 100 افغانی دیگه هم در حساب ما آمد. و هر ترانزکشن 10 افغانی برای ای پی اس میره، یعنی از کارت زیاد کت میشه. 100 افغانی میای فکر کنم تا 2500 از در روز 2 ترانزکشن میتونن 2500. باز چون شما نماینده هستیم در مراحل بعدی لیمیتایش یک ذره زیاد میکنیم. حالا برای فعلا اینه مقدر کش اوت میشه.